سلام. اومدیم کیش خیلی منتظره. ساعت 12 شب بلیطو خریدیم. 7 صبح شدیم. الانم ساعت 9 خورده‌ایه. شارژ نداره مثل همیشه. خب یو گایز سلامی دوباره. ما این بار برای سفر کیش رو انتخاب کردیم چون می‌خواستیم با هم هشپا بخوریم و کل فوکس هم تو این ویدیو واقعا قرار همین باشه. هتل رو اولین هتلی که دیدم رو انتخاب کردم و دل زدیم به دریا. گفتم که این تازه ساخت هرچی باشه حداقل ترین حالت تمیزه و ویو هم که می‌بینید خیلی راضییم. هتل آریا حالا کامنتاش خیلی ضعیف بود و امتیازش 3.9 از 5 بود، اما من دوستش داشتم. باید ببینیم که چجوری پیش میره. بریم تو شهر بگردیم ببینیم چه خبره. شاید اگه من اینو بگم چیو بگی؟ وای فلان شلوار رو میاد میبینی شرایطش ایجاد نمی‌کنم. 100% ایجاد نمی‌کنم. بچه‌های شعرش نمی‌کنم. از بچگی وقتی که اینجوری هواپیما می‌دیدم از دور کوچیک که بودم با محمد هم سفر می‌رفتیم باش بای بای می‌کردیم. بعد به هواپیما میگفتم هپینا. نمیتونستم درست الان پاس کنم. هنوزم که هنوز هواپیما که می‌بینم بای بای می‌کنم. چون داشتی به هنوز چون هنوز بچه‌ای بدبخت بیداره. الکی ریش در آوردی. هتل قشنگ نیست. نشونش بده. نه حاجی من خیلی باش حال نمی‌کنم حقیقت. ولی خب باز چون با من اومدی. بذار به خدا به 2 تومن میدم. تومن کمه واقعا واسه این کمه. چقدر قیمت بگو. حاجی خار داره آخه بعد بدون خارشو برات پیدا میکنیم. آپشن زیاده. ما میتونستیم بریم اونجا قلیون بکشیم ولی و دفعه قبل که شرط بذار حرفمو تموم کنم و بشینیم و به موزیک گوش بدیم، اما ما داریم میریم غروب آفتاب ببینیم چون پسره خوبی هستی. اگر دفعه قبل شرط تو قبول کردی همون خیابون که کف اونجا ولی لیست زده الان سفرم مجانی در میاد. نکردی. چه حسی داریم ماهو در دستانت گذاشتن؟ اصلا سنگین ما دستان دستش دستان به خاطر سوستانسوریته. خب ما میخوایم بریم. اسمش چیه؟ کارت سوار شدن به کشتی نوشته. بلندتر صحبت کن. داداشم AI همه کارا رو در میاره، ولی مایکی که میخوام بخرم هم انتخاب کردم. میخوام بریم کشتی تفریح از اینایی که زیر شیشه‌ایه ببینیم چه خبره. کشتی اکواریومی. درسته. و اینجا ساحلش واقعا قشنگه. خلیج همیشه فاسه. از شگفتی‌های دریا برام بگو. خیلی آبیش آبیه. کار مرجان را توی دریا تصفیه کردن آب است. هر 10 فوت مرجان در هر شبانه روز 1000 متر مکعب آب تصفیه می‌کنند. و همین خاطر هست که تا دور جزیره آب کاملا شفاف و زلال. یک کار دیگه که مرجان‌ها توی دریا انجام میدن چه حسی داره سفر با من بهزاد؟ صادق باش. باحاله. خدا چه حسی داره سفر با من؟ اذیت کنن.
نرفتیم 8 پا بخوریم، 2 پام نخوردیم چه برسه به 8 پا. فسفود و کباب خوردیم. کی میاد کیش فسفود و کباب بخوره؟ نمیدونم. ما این کار کردیم. تو این هتل بودیم و پیشنهادش میکنم. خیلی هتل خوبی بود اما دسترسی بدی داشتیم. ماشین اجاره کنیم اینجا بمونیم عشق. پرنده مهاجر سفر سلامت اما یادم نمیاد چه بادی زده.